در روزهای گذشته یک اتفاق عجیب نظر همه رو جلب کرد. البته این اتفاق در زمینه سیاسی یا اقتصادی یا علمی نبود، بلکه مربوط میشد به صحبت‌های یکی از به اصطلاح کارشناسای رژیم در فضای مجازی که به قول خودشون خیلی شفاف اومد روی صحنه و تمام جرائمی که انجام داده بود واقعا در فضای اینترنتی رو خیلی شفاف اومد به اصطلاح رونمایی کرد. درباره همین موضوع گفتگوی داریم با بابک. بابک، به نظرت اصلا انگیزش از این کار عجیب چی بود؟ انگیزش بمونه. البته انگیزش که چون اصلا این نقطه ای نیست که انگیزه داشته، چون برای انگیزه شعور میخواد که اینکه فاقد شعوره، ولی پایه اصلی رو نداره. پایه اصلی رو نداره. ببین این کار خیلی عجیبه تو دنیای آدمیزادا، نه تو رژیم، که یکی بیاد رو در روی دوربین و یک تریبون رسمی از یک سری کارهای تبهکارانه شارلاتان بازیاش به عنوان دستاورد اینجوری با آب و تاب به قول شما خیلی شفاف تعریف کنه. این کارهایی که این داره تعریف میکنه در همه جای دنیا به لحاظ حقوقی، نه این قضایی آخوندا که شکنجه و اعدام ایناست، حقوق بشر متعارف، حقوق قضایی که در همه دنیا هست غیر از رژیم، این جرمه، مصادیق بارز جرمه. البته ببین امید، هیچ فرقی نمیکنه آدم رژیمی بیاد از هر کارش تعریف کنه، مصادیق بارز جرمه. من فقط میخوام قبل از اینکه وارد این بحث بشیم خود این کلیپ رو ببینیم، چون باور کن من چند بار دیدم فکر نکردم که این چطوری میتونه با این راحتی این میزان حماقت و بیشعوری رو تعریف کنه. بله، هیچ کس هم جز خودش نمیتونه تعریف کنه. یه بار ببینیم بعد یه شاهکاری به حساب میاد. ببینیم. بله، تو دستگاه دوستان نشستیم که ما چیکار کنیم، این فضا رو ولش بکنیم که نمیشه، اینا پرروتر بشن، بیام یه حرکتی بکنیم که بتونیم فضا رو از درون مدیریت بکنیم. که دیگه اومدیم نرم افزارهایی ساختیم که 256 تا اکانت، یه اکانت های ما میساختیم، اینا می‌وصلن به این شکل. اسم نرم افزارا یعنی متوجه نشدم، یعنی در کنار توییتر یه سری نرم افزارا ساختیم؟ آره، یه نرم افزاری ساختیم که از API توییتر استفاده می‌کنه و توی توییتر پست می‌ذاره. مثلا چی، حالا دیگه گذشته میگم دیگه. مثلا فرض بکنید یه متنی ما می اومدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن، فعالیت میکردن، اکانت درست میکردیم. حالا با یه آیه، یه نقطه، یه چیزی بالاخره عین شبیه به اون اکانت میشد، عکس همون بود، اسم همون بود، با یه آیه، یه چیز فیکی، حالا شاید اینم حاشیه بشه. خب درست میکردیم، بعد شروع میکردیم فعالیت کردن. یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد. بعد یه اکانت میگه یکی از اسم یکی از اکانت‌ها توییت میشد، بقیه اکانتایی که مثلا رفیقای اونم بودن اینو توییت میکردن. بعد کار به جایی میرسید که اون خود طرف اصلا میومد، میدن دوستای واقعیش هم میومدن اکانت فیکشو بازنشر میکردن. این به خاطر چی بود؟ به خاطر در واقع اثرگذاری رو ریل تایم بود. ریل تایم یه نرم افزاری بود تو گوگل که بعد که گوگل دید نمیتونه مدیریتش بکنه و ما داریم مدیریتش میکنیم، یعنی ترنداش همش دست ماست، اومد ریل تایم کلا تعطیل کرد، بیانیه داد و کلا تعطیلش کرد. بله خب بابک خیلی هم اعتماد به نفس تو گیلومه داره، یه طوری حرف میزنه که هیچ دانشمندی از دستاوردهای بزرگش اینطوری با افتخار حرف نمیزنه که این کارکنان ناسا که فضاپیما میفرستن اینجوری تعریف نمیکنن به این جزئیات. ببین تو این ضرور مسئله شنیدی میگه بیخبری خوشخبریه، میگه آدم حالا دو مورد رژیم جواد گفت بیشعوری خلاصه، اینو چون شعور و اینا نداره همینطوری میگه. خوش به حالش بسته. این که گوش میکنم به این آب و تاب یاد اون داستانی میافتم که یه داستانی یه بار شنیدم، میگفتن که سوار قطار شده بود، تو قطار اگه سوار شده یه دستگیری ترمز اضطراری داره. اون قطاری که شما سوار میشید احتمالاً پدال داشت، مال ما ترمز داشت، ترمز اضطراری. بعد این هر کی میکشید جرم بود، فقط باید در مواقع اضطراری میکشیدن، چون قطار با یک حالت وای میستاد. یه آدمی هم مثلا یا خود همین مومن نسب، یعنی همین کافر نسب بوده، یا فک و فامیلش سوار قطار میشن، بعد نظرشون دستگیری رو جلب میکنه، از بغلی میپرسه این دستگیری چیه، بغلی هم میفهمه که اینم به لحاظ شعور و اینا خیلی پیاده است، میگه والا اینو گذاشتن هر مسافری بکشه بهش جایزه بدن، من مدت‌ها 2 دستی اینو میکشم نمیتونم. اینم بلند شد یه دستی کشید و قطار خورد، قطار ایستاد و مسافرها خوردن به هم سر کله خونی. پلیس اومد اینو دستگیر کنه، این فکر کرد اومد جایزه بده، گفتش که من خودم بودم با یه دستم کشیدم. حالا داستان این کافر نسب هم همینه، فکر میکنه که چه شاهکاری کرده این میزان تبهکاری و شارلاتانی است. حتما معرفیش هم دیدی، خودشو معرفی کرده به اصطلاح به عنوان یکی از آتش به اختیارهای خامنه‌ای و یک کارشناس فضای مجازی که ما با دیدن این فهمیدیم کارشناس چیه. کارشناس تو رژیم همچین آدمایین. حالا در مورد این سابقه این آدم جالبه از زبان خودش که یه موقع کم و کس نذاریم، به همون شفافیت خودش بگیم. ببین
البته بگم این موقع تقسیم شعور و فهم یا داشته اکانت فیک میساخته یا با اکانت فیک شرکت کرده، شعور بهش نرسیده. که هم داشته رونمایی میکرده. این یه گروهی درست میکنه به اسم، البته گروه روی کاغذه، به اسم جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی. حالا ببینیم این جبهه ضد انقلاب، ضد اسلامی در فضای مجازی چرا درست شده. خودش توضیح میده. هدف پیگیری مطالبات رهبر انقلاب یعنی خامنه‌ای ملعون در حوزه فضای مجازیه. حالا خودش هم اینطوری معرفی کرده، میگم جملاتش نباید یه واو انداخت چون جملات کلیدیه. خودشون اینطوری معرفی کرده: بنده ناتوان و خار و کوچک و بیچیز. درست میگه، هم بی همه چیزه هم خار. روح الله مؤمن نسب که نه، روح الله خمینی نسب هست. بازم درست میگه، همان تک طایفه پلید خمینیه، مؤمن نسب اصلا نیست. همینو تمام راست میگه، خودشو کامل معرفی کرد. از طایفه خمینیه، آدم خار و پست و بیچیزی هم هست. جالبه بپرسن تحصیلات تو چقدره، میگه این سوال خصوصیه، مربوط به زندگی خصوصی وارد نشه. این سطح کارشناسیش هم نشون میده اینجا. مثلا فرض کنید دکتری میره جا به استخدام بشه، میگه شما کجا مدرک گرفتی، میگه این خصوصیه نپرس. مثلا میره جا استخدام بشه، میگه مدرکی تحصیل، میگه از تحصیلات نپرس. من یاد حسن عباسی افتادم، این یارو لاتو لومپنه از عربده کشه. بله، کیسینجر نظام. میگه من کیسینجرم، اندیشکده دارم، استراتژی. روز گفتن تو مدرک دیپلم هست، گفت اصلا دیپلم من قبول ندارم. دیپلم از کجا اومده؟ حالا این میگه که تحصیلات پرسیدن زندگی خصوصیه. حالا ببینیم این اهدافی که این رهبر انقلابشون یعنی خامنه‌ای یه ملعون چی بوده که این افسار پاره کرده بیاد اینها رو پیگیری و محقق کنه. یک، مواجهه فعال و مبتکرانه و حضور خلاقانه در فضای مجازی، یعنی درست کردن اکانت‌های فیک. یعنی خلاقیت در همین از نظر فنی و محتوایی. توضیح داد دیگه، میگفت یه نرم افزاری بود اینطوری میپرید. کاهش مراجعه کاربران ایرانی به اینترنت جهانی. ببین این که نمیتونه بره به 84 میلیون بگه نرید تو اینترنت، منظورش اینه قطع کردن اینترنت. بله. پس یکی از مطالبات پیگیری، یکی از مطالبات خامنه‌ای بستن اینترنت. هوشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی، یعنی مردم میگه حواستون باشه اکانت تقلبی کسی درست نکنه. آره. کار بدیه. کار بدیه. مسلط کردن کشور، این از همه مهمترینه، مسلط کردن کشور بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی به نحوی که امکان دور زدن سامانه فیلترینگ کشور وجود نداشته باشد. بعد همه این هدف این فضای مجازی اینه که آقا فیلتری در نرید. داره. پیگیری مطالبات خامنه‌ای خلاصش این میشه: یک، اینترنت قطع بشه، اگر هم ما فیلتر کردیم اینا نتونن از فیلتر درن. آره. کارشناسش هم در تمام این محورها همش خلاصه شده تو ساختن اکانت فیک. بله، همه اینا رو خلاصه گفتی که فنی و محتوایی، گفتی که من اکانت فیک میساختم. بله. اولا که این تشکل‌ها همه مجازیه، چون تو مجازیش کار میکنن، تشکل‌هاشون هم ذهنیه، تخیلی، یعنی وجود خارجی نداره و میره جمع میشن برای اینکه پول پله‌ای بگیرن، تشکل درست میکنن. یعنی تشکلشون هم چون تشکل مجازیه دیگه، فعالیتشون هم مجازیه، کلا همه چیز ذهنی و مجازیه، همه چیز تخیلی الا یه چیزش، الا پول گرفتنشون واقعیه. یعنی ما به ازای همین تشکلایی که تو کاغذ درست میکنن و تو خونه نشستن، این تشکلای یه نفره هستی که خودشه فقط، حالا شاید خودش و بچه‌ش و مثلا اگر فک فامیل دور نزدیکش، اینا تشکلات فقط همه چیز مجازی و ذهنی و تخیلی الا پول گرفتن. حالا جالبه همین تشکل‌ها گفتیم میگه پیگیری مطالبات خامنه‌ای از اموال ملت ایران، غارت اموال ملت ایران به همین تشکل‌های 2001 قرونی انقدر پول میده که اینا تو قیاس با همدیگه رو افشا میکنن. یکیشون میگه که یکیشون برای اون یکی‌ها چیز کرده. در سال 1400 مسئله بودجه به برخی ارگان‌ها خبرساز شد. حالا اینکه میگه خبرساز شد، خودش پول نگرفته، داره این پته اینا رو میذاره رو آب. در این بین نام‌هایی از بسیج و بخش‌های سایبری هم دیده شد. سازمان بسیج 2046 میلیارد تومان. فعالان مجازی صدا و سیما 1500 میلیارد تومان. گفتم پول واقعیه. فعال مجازی هم وجود نداره، ولی پول. تنها بخش واقعی. بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی 200 میلیارد دلار. دانشگاه ضد امام حسین، اون نوشته امام حسین ولی در عمل هر چی رژیم درست کنه ضد دیگه. 361 میلیارد تومان. فهمیدی؟ پس گفتم پولش واقعیه. آره. از قدیم هم بابک گفتن که هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره. بله. ببین هیچ کس تو رژیم، این قانون پایه است، مثل اینکه آب در 100 درجه میجوشه، به همون قطعیت. هیچ کس تو رژیم مجیز خامنه‌ای رو نمیگه که قبلش پول گرفته باشه. هر مقام معظمی که میگن اینهاش نوشته 1500 میلیارد تومان باید بگیره تا بگه آقا و مقام معظم.
حالا تو فکر نکنین اولین نمونهشه، نمونه از اینا زیاده. یه لباس شخصی دارم به نام مسعود دهنمکی، اون خودشو جا زده به عنوان کارگردان، این به عنوان کارشناس فضای مجازی، اون به عنوان کارگردان. اونم یه مصاحبه‌ای داره، مصاحبه اونم گوش کنیم، اونم دست کمی از این کافر نسب نداره، اونم برای خودش برندیه. بله ببین. اونم گوش کنیم با ادامه بدیم. مقالات رو من خودم می‌نوشتم با اسمای مختلف. حالا اون آدما کیا بودن؟ بسیار رفقای شهیدمون بودن که توی مثلا جبهه شهید شده بودن، ولی چون آدم نداشتیم مطلب می‌نوشتم با یه اسم، دوباره مطلب مقاله می‌نوشتیم با یه اسم دیگه، اسم شهدا منتشر می‌کنه. بله اسم اینو بعد روزنامه‌ها برمیشن جواب میدادن، مثلا فلان آدم مثلا اینجوری، و بعد یه آقا هزاری اومد داره یکی از این شهدا که مثلا به دادگاه باید مراجعه بکنه بابت مثلا فلان مطلب، و اینا رو که ما رو نمی‌کنیم. یعنی این بله واقعا بابک این آدم میمیره اون ضرب المثل میفته که دست بالای دست بسیار است. بله. یکی از اون یکی بدتر. این یه جمله درست گفت، یک جمله گفت در این چون آدم نداشتیم. اون شعر مولانا یادت دی شیخ با چراغ گشت گرفت، منظور مولانا تو همین رژیمیا میچرخیده، چون واقعا آدم نداشتن مجبور بنویسه. جالبه این رفقایی که بهش میگه، این رفقاش که مینوشته به محضی که رد همون رفقاش هم پیدا میشه، اولین جایی که من سراغشون دادگاه بوده. ببین اونا چه شارلاتان و فاسد و فاسقایی بودن که به محضی که یه ردی ازشون پیدا میشده میومدن میگفت احضاریه براشون از دادگاه میومد. یعنی همچین رفیقایی داشتیم. بله که شما گفتید دست بالای دست بسیار. رژیم تولید کرده انواع از این لات و لومپنایی که اسمش کارشناس، یکی اسمش کارگردان، یکی هنرپیشه است. تو همه رشته ها همینجور مدل داریم با ورژن‌های مختلف. بله بازم با همین دو نمونه برای هزارمین بار بابک ثابت شد که هر چی تو این رژیم هست دروغ و دغل و فریب و فیکه. بله ببین من این نکته میگم، حالا از این امثال اینا که خب اینا رژیمی هستن، کارشون خودش میگه دیگه، پیگیری مطالبات خامنه‌ای کرده. بدبخت اونایین که روی محتواهای تولید شده اینا رفتن تحلیل سوار کردن. میگه که ما یه چیزی می‌نوشتیم، رفقای واقعی اون اکانت مثلا لایک می‌زدن، بله. کامنت می‌ذاشتن. یعنی بابا جون محتوا رو هم نگاه نمی‌کردن. آقا کسی که ادعای سیاسی بودن داره از محتوا نمیفهمه که این محتوا رژیمیه، یا خیلی بیشعوره که همچین آدمی نداریم، یا کند همجنس با همجنس پرواز، خودش هم با اون محتوا یکیه. نتیجه‌ای که میگیریم امید، ببین آقا جون توی این فضای مجازی از اکانت با پروفایل بچه 3 ساله تا آدم 190 ساله تا زن مرد با هر گرایش دیدی، اول برو ببین محتوای پیامش چیه. اگه محتوای پیامش گفت چی سر ضد انقلاب و براندازی ها ضد مردم ایران هست، هر اسمی، هر رنگی، هر فرمی، با هر ادعایی داره، خوب که بری توش همین مومن نسب. یه دفعه مومن نسب پرید اومد بیرون. این تجربه شد. یه دفعه نه مثلا آدم میبینه یه اکانتی یه آدمی نشسته، من نمیدونم کنشگر سیاسی ام، حرفش میبینی که مومن نسبیه، مومن نسبه، همون کافر نسبی به قول تو 256 اکانت فی مومن نسبه. حالا این یه دونه است دیگه. مثلا در نظر بگیر خامنه‌ای چند هزار رأس از این آدما داره ول کرده میچنن و تو این فضای مجازی. پس با فضای مجازی باید به محتوا فکر کرد، نه به پروفایل و عکس و فلان. محتوا اگه ادبیات رژیم و ضد منافع مردم ایران بود، مومن نسب، کافر نسب اونجا نشسته. هر اسمی هم رو خودتون بذارید آدم مومن نسبی. بله یه روزم رونمایی یعنی میشه. آدم این همین رفقای کافر نسبی. بله. حالا اگه تونسته باشیم شاید برسیم. این حج بلاحت رو که فکر نمی‌کنم 10-12 بله. تمام تلاش البته می‌کنید بابا. خیلی ممنون از برنامه‌ات و پیک شادی رو همراه با شما بینندگان عزیز ادامه میدیم.